سلام، وقتتون بخیر. امروز اومدم کامل ویدیویی درست کنم از بازی کتنا 0 تا 100 رو بهتون یاد بدم، چون قبلا درست کرده بودم و بعضی از بچه‌ها بازم سوال داشتن، نمیدونم نحوه مبارزه، ترکیب چیدن و خیلی از چیزهای دیگه. میخوام یک کلیپ درست کنم که دیگه هر کی سوال داشت، هر چی سوال داشت، من فقط این کلیپ رو ریپلی کنم براش، بگم هر چی میخوای تو این هست، همینو برو چند بار نگاه کن. حالا میخواد هر چقدر طولانی باشه، کسی که دنبال درآمد کسب کردن باشه، به نظر من 20 دقیقه فیلم باشه باید بشینه نگاه کنه کامل، همشو باید ببینه تا یاد بگیره. حالا بچه‌ها این بازی کتنای بازی خوبیه، به نظرم فیلترم نیست. من تقریبا شاید 1 سال 2 سال اینو بازی میکنم، صداشو کمتر کنم. 1 سال 2 سال میشه اینو بازی میکنم. درآمدش خوبه، هر چقدر قوی تر باشی تو بازی بیشتر درآمد میتونی کسب کنی، هر چقدر هم لیگت بالاتر باشه. الان از اول از قسمت لیگ شروع میکنم. من اکانت اصلیم مسدود شد، واسه همین از صفر شروع کردم. امروز تقریبا 1-2 روز هست میخوام فقط از صفر خودمو بالا بیارم و به همتون بگم که بابا میشه از صفر شروع کرد و 1 هفته 2 هفته خوب در آورد و اینا. این قسمت لیگ هاشه. لیگ اول که معمولا بهش میگیم، بچه‌ها میگن لیگ اسکوایر. شما توی لیگ اول باشین. حالا من لیگ اول قسمت دومشم. هر لیگ معمولا 3 تا قسمت داره. قسمت اول 2 تا ستاره میگیری، میری لیگ بعد 2 تا ستاره لیگ بعد و میرسی به این لیگ سبز اسکوایر. به این سبز که برسی 2 تا کار انجام میشه، البته به قبلیش هم هست. یکی این که این جعبه‌ای که روبرو بهتون گفته رو بهتون میده ته فصل هر فصلش 1 ماهه و این قسمت میتونید سمت چپ رو تقویمه نگاه کنید، نوشته 5 روز دیگه این فصل تموم میشه و اهدای جوایز میشه. همین جعبه‌ای که گفته بود رو اگه به اون لیگ رسیده باشین رکوردتون، یعنی مثلا شما تا این قسمت آبی رسیده باشین 4 تا جعبه دیگه بهتون میده، کلا 4 تا جعبه میده، چون تا این آبی رسیده باشین. دیگه مهم نیست به این آبی برسین و بیاین عقب، ولی اون اندازه اون آبی همون رکوردتون رو جعبه بهتون میده و این خیلی خوبه. یکی این موضوع، یکی این که 2 راه برای برداشت کردن این سکه‌های تو بازی هست. اولین راهش این که به این لیگ سبز که برسین، این قسمت از این قسمت این سمت چپ تصویر یک علامت کپی، یک علامت دانلوده. علامت کپی که آدرس کیف پولتونه که یکی میتونه بهتون آیتم بده و اینا، یا خودتون میتونید واریزی چیزی داشته باشین به کیف پولتون. این علامت میگه شما به لیگ اسکوایر برسید. بعد حالا من که نرسیدم، این تو این ویدیو تو این اکانتم برسین، میگه اسم همین اکانتتون رو اینجا بزنید، یک دکمه داره بزنید و این آیکونشو بزنید. 12 کلمه یا همون 24 کلمه رمز عبور کیف پولتون رو بهتون میده و کیف پولش هم ایکس پورتاله و میتونید اونجا کیف پول رو وارد کنید و هر چی این تو این بازی داشته باشید، چه آیتم NFT که میده یا چه اون میتونید بخرید یا این سکهاتون در جا میره اونجا. سکه هامون هم حالا باز آخر فیلم میرم تو صرافی بهتون نشون میدم که چجوری هست و پولش چیه. این قسمت سمت چپ که من زدم، حالا دوباره بیام اون نقشه، اینجا یک سری لباسه که خود بازی بهتون میده. حالا برد یا باخت مهم نیست، هرچه بیشتر بازی کنید یا مثلا ببازین یا ببرین بیشتر، اینجا لباس براتون باز میشه. خب من این 2 تا لباس رو دریافت کردم، من برم بازی کنم این کمانم باز میشه یا مثلا این کتاب باز میشه. بعد میره سراغ مثلا این قسمتی که قفل هست سمت چپ، کلاه‌ها، شلوارها، پیرنها، کفش‌ها. خب الان این لباس ها فرقشون با لباس های توی بازی چیه؟ یک سری لباس توی بازی هست که شما باید اونا رو بخرید. این قسمت مارکت، این لباس ها رو میتونید بخرید، ولی این لباس ها روی یک دونه از سربازاتون گذاشته میشه. مثلا یک پیرن من خریدم گذاشتم روی این سربازم، ولی روی این سربازم دیگه نمیتونم اون پیرن رو بذارم. خب ولی این عصایی که بازی باز کرد، عصای مثلا مثبت، یک مثبت کنارش میذاره، مثلا لباسایی که بازی باز میکنه، این رو برای همه سربازا میشه گذاشت. این خوبی لباسایی که بازی بهشون میده. بعد مورد بعد این که هر لباس یک
IP داره، یک ظرفیت داره. اینجوری بهتون بگم، مثلا ظرفیت این 20، این قسمت وسط نوشته بالاش نوشته IP وسط صفحه. بعد شما روی این لباس سبز بذارید، بعد می‌بینید نوشته 40، یعنی IP یعنی اندازت رو 40. و این قسمت بالا طلایی نوشته 1210 1250. میگه شما توی این لیگ باید 1250 باشید که در صورت بردتون بتونید برید لیگ بعد، یعنی 1250 اندازه ظرفیت لباساتون باید باشه. ولی من چون لباس ندارم 1210 ظرفیتم. یعنی چی؟ یعنی ببرم نمیتونم برم لیگ بعد، ولی خب برام سکه رو میده. حالا این هیچ. مورد بعد ترکیب چیدنه. شما 4 نوع سرباز دارین که اینجا این ترکیب اصلی خود بازیه. می‌بینید 3 تا ترکیب میتونید بچینید A B C. خب من ترکیب A هم اومدم درست کردم. ترکیب B ترکیب خود بازیه. 3 تا شمشیرزن جلوی، 3 تا جادوگر تقریبا یک پوینتره، وسط یک هیلر، 3 تا کماندارم تقریبا ردیف‌های آخرم. این ترکیبی که خود بازی چیده که من میگم کشکه. 2 تا ترکیب من معرفی میکنم که بهترین ترکیب ها. یک ترکیبی که دیدین شما، این ترکیب A که من چیدم همشون جادوگره و اصطلاح بهش میگن فول میج. اینا که این جادوگرا رو ما میگیم میج تو بازی. این ترکیب دومم این شکلی میتونید شما ترکیب انتخاب کنید. من کلر رو زدم، یکی آیتم رو میچینم. ترکیب دومم فول آرچر میذاریم. خب 10 تا سرباز بیشتر نمیشه گذاشت. کمتر میشه ها، ولی بیشتر نمیشه گذاشت. من هیچ لباسی ندارم که روی کماندارام بذارم، واسه همین منتظر میمونم تا این لباس تو این نقشه برام باز بشه، یکم بازی کنم. این لباس کمانه که میبینی مثبت نوشته، این برام باز بشه. این باز بشه میتونم خیلی قوی تر باشم و برم تو بازی و بتر کنم. با اونم میتونم بازی کنم و با این ترکیبی هم که دارم. خب این از این قسمت لباس ها رو توضیح بدم. لباس ها چند تا دستبندی داره. لباس های سبز، لباس های آبی، لباس های بنفش و لباس های طلایی که اول تصویر دیدید. لباس های سبز همونجور که بهتون گفتم آی پی شون رو دیدین. مثلا آی پی این اندازه‌ای که جا داره براتون 70 تا آی پی داره. یعنی شما تو لیگ پایین هستین باید لباس سبز بذارین، ولی شما برین مثلا این لباس رو بذارین، این 420 تا آی پی همین یک دونه میخواد. یعنی شما همین رو بذارید رو سربازتون، آی پی تون پر میشه و دیگه نمیتونید لباس بذارین. واسه همین باید برین لیگ بالاتر تا آی پی تون بره بالاتر تا بتونین از این استفاده کنید. این از این موضوع. و یک راه درآمد دیگه هم از بازی اینه که شما بیان اینجا ببینید قیمت کدوم آیتم مناسب اونو بخرید و بیاین دوباره همینجا به فروش بذارید. مثلا همین الان من بهتون بگم ارزون ترین کمانمون 15000 سکه است. خب بعد نگاه میکنید کیفیتش اینجا کوالیتیش نوشته 34%. کمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم میبینید دیگه دارم رد میکنم، درصدشون سمت چپ هست. تا کمان میبینید دیگه تا تقریبا 10 تا کمان بعدش همه کیفیتشون از اون پایین تره ولی قیمت اون از همه کمتره. این بهش میگیم ما اصطلاح شکار. یعنی اینو بخرین و بذارین همونجا به فروش به قیمت بالاتر. مثلا شما 15000 سکه اینو خریدین میذارید به فروش به قیمت مثلا از این 20000 سکه هم حتی با ارزش تره میذارید مثلا 22000 سکه تا یکی ازتون بخره و اینو معمولا الان میخرن دیگه، رو هوا میذارن، قیمتش کمه چون یکی معمولا دلش از بازی به سر رسیده میاد اینجا قیمت پایینتر میذاره. یه راه درآمدش هم اینه. بعد حالا من زیاد پیچیدش نمی کنم دیگه، توضیحات بیشتر ندم. این کریستالای هم که میبینید کریستالای سبز مثلا بذارید روی خود همین آیتماتون میتونه ارتقاشون بده و مثلا درصد کیفیتشون رو ببره بالا و قدرتشون بیشتر بشه. این از این نکته. میخوام یک دست برم بازی هم بکنم و نحوه بازی کردنم بهتون یاد بدم و حقوقی که تو بازی بلدم و میخوام همتون یاد بگیرید که هر کسی که این کلیپو میبینه و داره واقعا تلاش میکنه که داره این کلیپو دانلود کرده و وقت گذاشته داره نگاه میکنه حداقل اونا رو یاد بگیره که من تجربه شاید 1 سالم باشه و واقعا برام نتیجه داده یا شاید بالای تقریبا ماهی شاید 10 تومن از این بازی داشته باشم.
البته اکانتام که رفت، الان با اکانتای صفرم باید دوباره شروع کنم. این پلی رو که بزنید این میچرخه مثلا ثانیه میده و براتون پیدا میکنه و اگه تا 1 دقیقه پیدا نشه معمولا ربات میندازه جلوتون. ربات‌ها خیلی ضعیفن و کارهای از پیش تعیین شده انجام میدن و میشه اون رو زد. خب این الان داره میگه شما کدوم ترکیب رو میخواید انتخاب کنید، ترکیب A B C. ما ترکیب A چیدیم دیگه. اینجا بالا نگاه کنین قسمت ستاره خاموشه. اگه 1250 تا داشتم در صورت بردم میتونستم برم لیگ بالاتر با جوایز بیشتر و پول بیشتر که ندارم. الان باید بازی کنم تا آیتم بیشتری بهم بده و برم بالاتر. خب الان من با ترکیبم اومدم، من 1210 تا لباس دارم. این یارویی که روبروم وایساده مثل این که بازی رو بلد نیست و این کلیپی که من دارم میسازم اگه میدید شاید اینجوری ترکیب نمیچید. خب 1010 تا اینجا بالا سمت راست رو اسمش، رو همون پایین اسمش نوشته که این آی پیش چقدره، یعنی هیچ آیتمی روی سربازاش نه. الان میتونید روش بزنید و آیتماشو ببینید. خب نحوه بازی کردن، جادوگر به صورت این نقاط آبی که میبینید میتونه راه بره. مثلا من میتونم بیام جلو و اون نقاط آبی رو راه برم، بعد زیر پاش میزنم رو زرده، بعد روی اون بنفشه 1 بار 2 بار کلیک میکنم تا بره نوبت بعد شه. فکر میکنم این ربات باشه چون کاراش از پیش تعیین شده است. بعد برای حمله کردن چطوره؟ تا نقطه آبی میتونید بیاین و تا 3 تا نقطه جلوتر میتونید بزنید. این خواص جادوگره، سربازای دیگه فرق کنه. مثلا من اینجا بیام نشون داده زیر پاشو قرمز کشیده، یعنی اون قرمزه رو میتونم بزنم، یعنی این بهش میتونم ضربه وارد کنم. خب روی سر همون سرباز قرمزه زدم تا بهش ضربه بزنه. خب این ربات‌ها میان معمولا وسط وای میستن، از وسط بزنن، ضعیفن دیگه نمیفهمن. برای همین میگم واقعا بازی خوبیه چون ربات‌ها رو میتونید بزنید و درآمد کسب کنید. خب سرباز دوم هم آورده. حالا نوبتی چجوریه که مثلا یکی من میزنم یکی اون میزنه چجوریه؟ شما اگه دقت کنید این قرمزا که این سربازایی که روشون قرمز کشیده دشمنه، خودتون متوجه میشین دیگه. این موردهای دیگه هم این آبیان مال منه. خب من الان جادوگری چیز بگم 3 تا رو پشت سر هم میزنه. اگه دشمن رو بزنم یار خودم هم میمیره که مرد، یار خودم هم کشتم تا دشمن هم بکشم. خب موردی که داشتم میگفتم شماره 7 اینا نوبت گذاری شده. مثلا شماره 7 اونه، شماره 8 منم. الان بعد 7 8 بازی میکنه و من گفتم جادوگر میتونه 3 تا رو پشت سر هم بزنه. میتونم اولی رو بزنم، میتونم دومی رو بزنم، میتونم سومی رو که بزنم 3 تاشون ضربه میخورن، ولی بیشترین ضربه به آخری وارد میشه معمولا گفتم چون بستگی داره سرباز چی باشه. اگه جادوگر به شمشیر زن بزنه جونش بیشتر کم میشه تا به کماندار بزنه. خب الان نوبت 9ش زد، من الان با نوبت 10 هم باید بزنم که معمولا من اینجوری بازی میکنم که اونایی که نصف جون هستن رو میکشم که نتونن دیگه بازی کنن. خب الان 9شو کشتم تو بازی. الان 10 میاد که بزنه، مثلا 10 میاد 8 منو میزنه. بعد نوبت چیه؟ نوبت 11 منه. این 11 اینجا. خب با 11 میام یکیشو میزنم چون شمشیر زنا نقطه ضعفشون همین نقطه ضعفشون جادوگره. جادوگر میتونه راحت اونو بکشه. خب اینجوری زدم. الان نوبت 10. خب این نحوه بازی کردنش اینه. حالا بازی کنید رو دستتون میاد. بعد یک مورد که حالا من بهتون بگم بهتره تا خودتون تجربه کسب کنید. مثلا من حالا شماره 10 و 14 رو دارم. خب با 10 و 14 میتونم 11 رو هم بکشم، میتونم 6 رو هم بکشم. خب ولی 11 که ضربه خودشو زد کشتنش فایده نداره تا دست بعد. خب میام چیکار میکنم؟ میام شماره 6 رو میکشم چون الان 11 بخواد منو بزنه یک دست باید بچرخه. تقریبا نوبت 12 13 14 15 1 2 3 دوباره میره. حالا 15 که ندارم، یک دوباره میره تا برسه به 11 که اونو تا بخواد بزنه 10 بار میزنیم معمولا. ولی این 6 رو که نوبتش نزدیکتره رو ما اول میکشیم که الان 6 رو بکشیم نوبتش میفته دست ما. الان 7 مون رو دقت کنیم میشه 6. خب شد 6. یعنی نوبت اون سوخت و نوبتش رو دادم به ما چون یارش رو کشتیم. الان من اینجا دوتایی میزنم با نوبت 2 اون میشه. خب نگاه کنید نوبت 2 اون شد. اگه اونجا با این نمیستاد دهن شما رو 4 سرویس میکردم که نتونه بزنه. خب
الان من میتونم شماره 2 رو بزنم، میتونم این دوتا رو بزنم، ولی من میام این دوتا رو میزنم چون هم تعدادشون بیشتر آسیب وارد میشه انگار بهش، هم شماره اونا نزدیکتر از این دو اگه بخواد دوباره منو بزنه باید یک دست بچرخه، همون چیزی که گفتم. ولی شماره 12 بود 11 بود اونی که کشتیم، همونی که من گفته بودم. خب الان اینجا میتونم هر دوتا رو با هم بکشم. نگاه کنید. خب شماره 6 8 رو بزنه خیلی خوبه، ولی نمیریسم که 8 رو بزنم، پس میام جلوی شاه. حالا اینم بگم 5 تا ضربه به شاهشون بزنی میمیره، میشه اصلا سربازاش هم نکش، فقط شاهشو کش، ولی خب سخته. امیدوارم اینو فهمیده باشید. الان خب نوبت 6 منه و 7شو میزنم و 7ش نمیمیره. این قسمت پایین سمت راست جونشو کشیده، میگه تو ضربه‌ای که بزنی چقدر بهش آسیب وارد میکنه، ممکنه نکشه، تقریبی بهت میگه. اگه نزدیک به مثلا مردنش باشه تقریبی ممکنه بکشه. مثلا من الان میتونم بیام اینجا و زیر پاشون قرمز اونجا رو میزنم و روشو میزنم و میمیره. 2 4 6 تا از سربازامون موند و برنده شدیم و به همین راحتی جایزه‌شو بردیم. هرچی بهتر بازی رو تموم کنید بیشتر سکه میده، ولی زیاد تفاوتی نداره. خب 901 ارز CGO خریدیم که لیست شده، گرفتیم، یعنی جایزه گرفتیم که لیست شده توی صرافی، توی همون صرافی های معتبر و برای خب این قسمت بالا اون ذخیره شد. قبلا اینجوری نبود که این ایرور رو بده. الان میگه شما 3000 تا داشته باشی میتونی اوکی رو بزنی و بیاد اضافه شه رو موجودیت، که حالا ما 3000 تا نه، الان 900 تا زدیم. میگه قیمت این ارز رو، حالا من قیمتشو برم بهتون یهویی نشون بدم. میان تو قسم این تو مثلا یک صرافی که قیمتشو نشون بده. این ارز به شدت قیمتش یک دفعه پامپ شد و خوب شد، ولی الان چند وقتیه برای ریزش بیت کوین قیمتش خیلی اومده پایین، خیلی اومده پایین. اگه دقت کنید الان بیاد تو 7 روز گذشته 9% کاهش یافته، توی 14 روز همینجوری پایین نوشته 23% و اینجوری. ما الان مثلا 900 تا گرفتیم، ضعیف ترین حالتمون مثلا تقریبا شد 6 صدم سنت که خیلی کمه. خب ما گرفتیم تو 5 دقیقه بازی کردیم. خب حالا ما میگیم ساعتی 10 بار میتونیم بازی کنیم. خب و پایین ترین حدش هستیم الان، یعنی پایین ترین حدش همین حدی که من داشتم بازی میکردم. تقریبا 10,000 تا توی یک ساعت میشه ازش در آورد که میشه چیز حدود 75 سنت، که یعنی توی یک ساعت شما میتونید چقدر در بیارید اگه بازی کنید. 75 سنت به دلار الان حساب کنید تقریبا 40-50 تومن. ضعیف ترین حالتش تو یک ساعت 40-50 هزار تومنه. خب حالا میریم تو بازی، توی قسمت لیگ. اینجا ما الان توی پایین ترین سطحیم، یکی از پایین ترین سطح ها، یکی قبل از من هم هست که اونم تقریبا همین پولو میده. به لیگ سبز که برسید جایزتون میشه 1500 سکه. به لیگ آبی برسید 3 تا 3500 سکه. به لیگ بنفش که من اونجا بودم لیگ چیز شد، اکانتم مسدود شد، برسید میشید 4500 تا 6000 سکه هر دست. به این برسید 10 تقریبا 10 کا سکه هر دست میده. به این آخری هم فکر کنم 20 کا میده. خب یعنی شما راحت میتونید به این آبی برسید. به این آبی هم که برسید 3.5 کا سکه میگیرید. 3.5 کایی که میخواین مثلا هر دست بگیریم 10 دقیقه بازی کردن تو ساعت میشه چقدر؟ میشه 6 بار بازی کنید. 6 تا 3.5 کا بخوایم حساب کنیم تقریبا چیز حدود 20-22 کا میشه، که تقریبا به این قیمت افتضاحش من حساب کردم که مثلا 22 کا به قیمت افتضاحش توی یک ساعت تقریبا 110-20 تومن شاید بیشتر بشه. ولی این قیمتش معمولا میاد روی همون هر 8000 تاش، که این تقریبا میشه $3، باید بشه $3 قیمتش. این مثلا یک ساعت بازی کردن توی این لیگ. و از این بابت من میگم واقعا بازی خوبیه، بازی کنید. بعد جدا از این بازی یک چیزی هست که این صندوقاش خیلی خوبه. صندوق مثلا باز میشه، حالا قضیه صندوق نگفتم، صندوق باز میشه 5 تا آیتم بهتون میده. این 5 تا آیتم 5 تا لباس از تو ایناست. حالا از توی اینا انتخاب نمیشه، یعنی 5 تا لباس مثل اینها بهتون میده.
ممکنه همشون البته لول 1 اینا لول 2 3 اینام دارن. لباسی که میده مثلا ممکنه باشه کمان لجند 96% که تو بازی نداریم، قیمتش شاید 20 میلیون تومان باشه، یا میشه چیز چرت و پرت باشه که قیمتش شاید هیچی هم نباشه، 2000 سکه باشه. 2000 سکهش هم چیزی نمیشه، شاید 5 تا 10 تومان چیزی باشه. به شانس خودتون بستگی داره و آیتمای زیادی هست. مثلا من یکی از عزیزان اومده این رو توی جعبه باز کرده، اگه دقت کنید این آخری رو من گذاشتم به فروش، قیمتشو من دادم. عصای آخری رو نگاه کنید 399,000 سکه. خب این قوی ترین عصای بنفش لول 1 خورشیده و خیلی هم توپ. این رو توی یک صندوق باز کردم، خیلی این از این بابت بازیش خوبه و حرف نداره. اون یک روش بازی کردن بود. روش فول آرچر هم حالا اگه استقبال بشه از ویدیو کسی، حالا استقبال هم نشه مهم نیست، کسی پیگیر بود، من روش بازی کردن با فول آرچر رو هم بهتون میگم، یعنی ترکیب کماندار رو هم بهتون میگم که چه جوری بازی کنید. این ترکیب دیگه چیزی فکر نکنم جا مونده باشه. برای نقد کردن اینم یک ویدیو دیگه هم ساختم، البته اون کاری نداره، شما سکه جمع کنید به خودم با آیدی خودم پیام بدید، منم که میشناسم محمد عیاره، این کلیپو میفرستم تو گروه خودم، توی البته 2 تا گروه میفرستم از گروه خودم، هر کی سوالی چیزی داشت باز بگه. ولی خب نحوه بازی کردن همین بود دیگه. حالا برای نقد کردنم کلیپی گفتم، کلیپ دیگه هم هست اونم میفرستم بهم بگین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.